در این درس سوالهای 93 و 94 رو کار میکنیم. این مثال ها درباره قوه جاذبه بین دو جسم. برای کار کنین هستن اینجا بسیارتر با منطقه فرمول جاذبه چی بود؟ ما به خاطر بیاریم فرمول جاذبه F برابر قوه جاذبه بین دو جسم ها هم وقت برابر کانستنت ضرب بینشون ضرب مسه یکم ضرب مسه دوم تقسیم مسافه بین اونها در کوادرات. یعنی این حرف ها ایواشونش ممکن در بعضی کتاب ها جای این که دیگر حرف یعنی کانستنت یک کوفیشنت 6.67 ضرب در درجه مینوس 11 بود بفکرم. این ده مسافه بین اونها این مسه دو جسم است. یعنی این فرمول برامون چی میگه؟ اگر مسه دو جسم زیاد شود قوه جاذبه بین اونها زیاد میشه. وقتی که مسافه چی است؟ وقتی که مسافه بین اون دو جسم اگر زیاد شود از این متماتیکی نگاه کنیم در مخرج است. چقدر مخرج دیکوان شود همونقدر قوه کم میشه. چقدر که دو جسم نزدیکتر شوند همونقدر قوه بین اونها زیاد میشه. اکنون بیاین این فرمول اگر فهمیده باشیم به این مثال بیایم. 4 جسم هست. مسه همشون یک خیلی است. قوه جاذبه از همه زیادتر بین دو کدام این جسم است. نگاه کنیم مسه که یک خیلی هستن در صورت یگانچی وزن میشه فقط مسافه بین اونها تاثیر میکنه قوهشون. چقدر که مسافه کم باشه همونقدر قوه زیاد میشه. میبینیم که 1 و 2 است. بین مسافه بین 1 و 2 از همه کم است. برای همین بین اینها قوه جاذبه زیادتر است. 1 و 3 گفته میتونیم در دوم یا دایره است زیادتر است. 1 و 4 حتی نمیشه 2 و 4 هم نمیتونه. یعنی از همه جای یعنی قوه زیادتر بین 1 و 2 است. این جوابی و رو میده. همین فرمول رو در مثال نوبتی 94 هم نگاه کنید. در اینجا با عدد ها داشتن 4 سقا مونگم با وزنشون ماسهشون قوه جاذبه زیادترین بین کدام هست؟ قوه جاذبه هم وقت با یک بار دیگر وقتی که قوه جاذبه به ماسه وابسته است و به مسافه بین اونها. ماسه از همه کمتر این به ما قوه جاذبه. نگاه کنیم بین هر دو این از همه کمتر مسافهشون بین هر دو اینها یعنی بین دو اصلا در مرکز همچون مرکز بکنیم چی که نباشد مسافه از خودترین بین هر دو اینها است و ماسه کمتر اینها دارن. برای همین قوه جاذبه زیادترین بین 3 و 4 است. 4 و 3 جواب 92 جوابی 94 3 میشه.